خب تا شما اومدین آگهی اضافه شده داره. از مجموعه نابرده رنج گنج میسر نمی شود. دو تا از رفقای بسیار بسیار خوبم، دو تا از رفیقای نازنینم اینجا هستن که هر دو درخشانن، مثل سام درخشانی و همچنین کسی که امسال در جشنواره فیلم فجر کولاک کرد، میلاد کیمران. جفتتون خوش اومدید. خیلی هم دیگه بچه مثبت نشو عزیز من، بذار راحت باشیم دیگه. مثبت مثل این باش خودشه. من خودم دیگه. فدات شم. خیلی خوش اومدی میلاد جان. سام عزیز خیلی خوش اومدی. فدات شم میلاد جان. من و سام به نفعتون میریم کنار تو صحبت بکنی اول. نه چون سام بزرگتره، سام اصولا شروع کنه من در شما صحبت کنم. سام با من هماهنگ که گفتی تو. هماهنگ کرد. آره بگو. خب من سلام عرض می‌کنم خدمت اون دوربینا فکر کنم. با من صحبت کن. من موجیم و دوربین تو با من صحبت کن. من از این لحظه بعد کلا فقط با فرزاد صحبت می‌کنم. فدات شم. سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان محترمتون. خیلی خوشحالم که این لحظات آخر سال 90 و آغازین سال 91 رو در خدمتتون هستم. این خوشحالی دوچندان میشه واسه من که موجود برنامه فرزاد حسنی که یک سال شبکه ندیدم. جدی میگم اینو واقعا قربونت تو برم. حتی تو این یک سال ما درگیر کار بودیم، مجموعه واسه شبکه 3 ساختیم و رادیو هم که همیشه هستیم و یه فیلم بسیار خوب سینمایی کار کردیم. آره می‌خوایم که من خیلی دوستش داشتم. قربونت تو برم. سام عزیز خب قبول نیست؟ چی؟ اومدنت قبول نیست. چرا؟ بدون کامبیز دیرباز اومدن اصلا تو کت هیچکی نمیره. آره واقعا جاش اینجا خالیه. ما هم جدا نمیشین. کجاست کامبیز؟ یکی دیگه هم یه قول دیگه هم داره. یه قول دیگه بله پژمانم که هست. حالا پژمان یه خورده دنبال زن و زندگی هست و از اینا سربراتره. این دوتا همیشه با همن. خب منم سلام عرض میکنم اول خدمت همه همیهنان عزیزم، دوم خدمت خانواده‌ام و دوستام. امیدوارم که تو سال جدید دو تا چیز داشته باشن، یکی سلامتی یکی پول. مرسی. چقدر همتون مادی شدین امسال. پول دوست داره سام. همشون دنبال پول هستن. تو اینقدر پول دوست داری عزیزم یه شغل دیگه هم واسه خود انتخاب بکن. کردم. چیکار؟ یعنی بازیگری دیگه نمی‌کنی؟ تبلیغ نمیشه؟ بگم. تو شغل چی باشه؟ یه دونه فروشگاه جدیدن رو انداختم، عطر و لوازم آرایش توی نیمه. خود وای میسی؟ عطرا بعضی موقع میرم یه سر میزنم. این آخر اوقات بازیگری. میرم دختم. تو چی تو حال کاری اضافه در کنار بازیگری نیستی که؟ من نه. چرا؟ قربونت برم نزن انقدر اینجا. اعصابم خورد شد. استرس داری؟ نمیدونم، بهم میگن سندروم پا. جلو دوربین که میام. آره نه که اولین بارته. خب اصولا خب فرضت واسه بازیگرا سخته که جلوی دوربین حرف بزنن. ما یاد گرفتیم که خودت هم بازیگر دیگه. ما یاد گرفتیم دوربین رو فراموش کنیم. وقتی دوربین ما رو میگیره چیز میشیم. یکم نه شما میتونید خودتون هم ماشاءالله دلتون نخواسته وارد عرصه اجرا هم بشید. میدونم که ید طولایی داری. اونو دیگه نمیتونی. نه میتونی. مطمئن هستم. چرا انقدر بازیگری واسط مهمه؟ دوستش دارم. کل زندگی من همیشه گفتم بازم میگم یه سری اهداف کوتاه مدتی که منو به لذت میرسونه. یکی از چیزایی که من خیلی به لذت میرسونه بازیگریه. و اگر سال آینده قرار باشه که همچین لذتی رو ازت بگیرن؟ اصولا دیدی من خیلی کم کار میکنم. الان یک سال کار نکردم بعد از ملکه. آره. پشتبند ملکه یا ژنرال کار کردم با آقای شاهتمی سینمایی. بعد دی کار نکردم. یک سال الان میتونم بگم انتخاب نکردم. یه سال بشه 10 سال بازم انتخاب نمیکنم تا کاری که دوست داشته باشم انجام بدم. بخاطر همینه که طولم بکشه باز. سال گذشته مثلا خیلی خوب بود کاندیداتوری در جشنواره 30م فیلم فجر. اصلا بهش فکر می‌کردی میلاد؟ حقیقتا نه، ولی خب ملکه از اولی که خوندمش فیلمنامه‌شو خیلی جذاب بود واسم. این نگاه خاصی به جنگ داشت و رفاه مقدس. یه دیدگاه خیلی متفاوت داشت. فیلمو دیدی. مطمئن بودم که فیلم خوبی میشه. حالا امیدوارم که همینطوری هم تو اکران باشه. وقتی فیلمو کار میکردیم با اون کس با اون فیلمنامه با اون کارگردان که داشتیم میدیدیم مطمئنا احساس میکردم که اتفاق خوبی میفته. ولی اصولا برام سیمرغ و کاندیدی و این چیزا اصلا مهم نیست. راحت میگی خودت باش خودم میگم. اصلا برام مهم نیست. دوست دارم، همه دوست دارن تاشو، منم دوست دارم، ولی اینکه خیلی برام مهم باشه و مثلا فکر کنم سینمایی میشدی؟ این میشه دومین سینما. یکیش کوچه ملیه مال مهرشاد کارخانی که با خانم شهیدی بازی کرده اونجا دیگه. درسته. اون چی شد تکلیفش فیلمه؟ نمیدونم اسمش چی باید بگم. چی اسمش؟ نمیدونم. اکران نمیشه. چی اسمش؟ اکران نمیشه. میگن توقیفه. توقیفه. بعد این دومیش بود. سومیش هم که کار آقای شاهتمی بود.
ان که بدرخشی. سام تا حالا کاندیدا نشدی جای دیگه نه؟ نه. ولی این اذیتت نمیکنه؟ آخه دیر نیست هنوز. من تمام برنامه‌ریزیم تازه از 3-4 سال آینده است. چیکار می‌خوای بکنی؟ کلاً مبنی مغازه‌های افروشی رو می‌خوای زیاد بکنی عزیزم. شعبه در نیاوران هست ان شاءالله صد خندان. بعدش هم بریم اون برتر سمت فلکی صادقی. یکی از برنامه‌ام ان شاءالله اگه خدا بخواد. درسته. یعنی اگه اوکی باشه این برام بهتر بشه. یعنی وقتی که راحت پول نمیگیری باشه پول نمیگیری بازی کنی دیگه. وقتی که تو دغدغه مالی نداشته باشی انتخاب بهتر می‌کنی، بهترم دیده میشه. ولی خب کلا من از چند سال قبلم گفتم برنامه‌ریزی واسه دهه 40 سالگیمه. چرا؟ احساس میکنم که الان دارم در حال تجربه کردنم توی 40 سال تجربه میکنی، 2 سال کار میکنی، بقیه‌اش هم خونه میاد. از دنیا که اومدیم که بازیگر نبودیم قربونت برم. درسته دیگه. ولی زندگی تجربه زندگی رو بله درسته میگی. که به درد بازیگری هم میخوره. 40 سال تجربه زندگی به اضافه یه عالمه تجربه بازیگری تا اینکه ان تو 40 سالگی به بعد دیگه قشنگ اونجوری که دلم میخواد بتره. حالا امساله رو میخوای چیکار بکنی؟ چون دیگه ماشاءالله متولد چه سالی هستی؟ من متولد 54 36 سالشه. منم 64 ام 10 سال کوچیک‌تر هستم. تو 10 سال از ما کوچیک‌تری؟ شما 54 این؟ من 56 ام. خب نه دیگه میشه 8 سال من. خب باشه حالا بحث عوض نکن. بزرگتر از ما نشون نمیده تو رو خدا. چرا من خیلی شکسته شده. یا تو شناسنامه دست بردی عزیزم. الان یه بسته از من بگیرید من توضیح میدم راجع به این قضیه. حالا به هوای ببین عاشق کلوزاپ دنبال بونه میگرده. آره دقیقاً. بگیر آقا جون بگیر ازش کلوزاپ. آره الان نگرفت. خب خدمت عرض کنم آره دیگه خب ما مرفه نیستیم فرضاً کار میکنیم سخت زندگی. آها یعنی منو این تو برج آج نشستیم هیچم زحمت نمیکشیم اصلا نمیشه. به هر حال ما که مغازه نداریم. مغازه سوژه شده. حجره دار شدیم رفتش. خب امسال خواننده‌ای که ترکوندن به نظرتون کیا بودن؟ والا امسال بعضی خواننده‌ها خیلی خوب بود. از کنسرتایی که میذاشتن معلوم بود. من خیلی کنسرت میشنیدم. نه اونی که ترانه خونده نیفت اینه. ترانه خونده ترانه‌اش خیلی گرفته و کاستش هم فروش کرده. ترانه‌ای که خیلی گرفت کار تیتراژ پایانی خود ما بود. نابرده رنج. بله نابرده رنج. احسان خواجه امیری خونده. خب پس از پای تلویزیون تکون نخورید. احسان خواجه امیری هم به ما خواهد پیوست. یه ترانه هم خونده من شعرشو گفتم میترکونه. احسان همسایه طبقه پایینی منم هست. با هم دیگه توی ساختمان زندگی. من اومدم اون روز اونجا نگفته پایینی. من بالام. بالایی تو؟ احسان طبقه پایینی تو بالا میشینی. آره همش پایینی دیگه ها. نمیگه نامرد. آره نمیگه اصلا بروز نمیده. حسودیش میشه. احسان دیگه کی؟ احسان خانم تقریبا میشه گفتش که ما خانه سینماست اونجا. خانه هنرمنده. یه دوستی خانم فریبا نادری همسایه روبرویی من هستن. بعد ارزم به خدمتتون که یه دوست طراح صحنه‌ای هم طبقه پایینه. تازه اومدن اسمشو نمیدونم ولی فقط میدونم طراح صحنه. این اول شغلا رو ببین قشنگ مشخصه. شغلا رو رصد میکنه بعدن اینکه به دردش خود اسمم یاد میگیره. طراح صحنه الان تو فکر سوژه رو پیدا کردی از سوژه های جالبی که واسه خونه سام هست اینه که خونش قرمزه از بیرون. خودت هم این رنگی هستی تو فوتبال؟ این خیلی بده ناراحتش بود. ما چون خودمون از تو آبی هستیم خونمون رو از بیرون قرمز انتخاب کردیم. خب بونه خوبی آدم وقتی کاری از دستش بر نمیاد بهترین بونه است. یکی از خواننده‌ای که امسال خیلی ترکون الان بگم فکر نمی‌کنی که مثلا چون من دیدمش میگم من دوستش دارم. نه من خیلی آدم بی‌ریایی ام اصولا اینو همه میدونن تعارفم ندارم. بله شهرام شکوهی به نظر من. جدی دوستش داری؟ خیلی دوستش دارم. کدوم ترانه‌اش خیلی دوست داری؟ بیا با من مدارا کن. پس اجازه بدین که نیمخیز بشیم به افتخار شهرام شکوهی. هر کی دست نزنه آره. شهرام شکوهی برای اولین بار در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران شهرام شکوهی. اینورم مجبوری بیای. آقا چه خوشگل شدی امروز. روز دی. فدات شم. قربونت برم. اومدی شهرام جان؟ فرزاد نه از صبح از دیشب کلا آره دیگه رفتم خونم اومدم. روز شده دیگه. صبح رفتم شهرام جان خیلی خوشم اومد. فدات شم زنده باش. بفرمایید. با بیننده صحبت بکن تا بیام سراغه. سلام علیکم. آره باشه. من به تبریک میگم. بله میکروفونم نداشتی میدونی که. بله. ما یه صدا بردار داریم 3/4 تأخیر فاز داری. آره بیا میکروفونو بده من نگاه کن. 3/4 تأخیر فاز دیگه قربونش برم. آخه میدونی یه سری کارا تخصصی مثل فیلم برداری مثل
طراحی صحنه، مثل نورپردازی، مثل بازیگری، یه سری کارا هم هست، صدا برداری، این حرفا. دوستان میان خلاصه هستن کنارمون دیگه. شهرام جون دوستت دارم. آقا این نما شد نما. آها بیا. حالا سلام علیکم، صداتو قشنگ بشنو. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و تبریک میگم سال نوی که ایشالله تا دقایق دیگه در خدمت دوستان. تحویل خواهیم کرد و نو خواهد شدش. امسال سال تو بود و آلبومت خیلی ترکون، مدارا رو همه میشنفتن و کارهایی که واقعا کارهایی که یه پیوند عجیب غریبی بین موسیقی سنتیمون داره با حال و هوای پاپ و نوینش. این حال و هوا رو از کجا پیدا کردی شهرام؟ والا اولا که فکر میکنم این لطف دوستانه و منو نه اصلا ما به هیچ کی لطف نداریم، ما خدای زیرآبزنی هستیم. درست میگم؟ تو الان یه من داره زیرا من میزنه. آره قربونت برم. امیدوارم این شامل حال من نشه چون خیلی ضعیفم که نه چون فرض ترانه هم میگه مطمئنا با دوست میشه. من اتفاقا دوست داشتم باهاش کار بکنم، گفت من ترانه‌های درست حسابی میخونم. دیدی گفت همکاری نکرد. بنده رو قابل ندونستم. فداچم. والا این بحث تلفیقو که من البته ادعایی ندارم تو این زمینه چون یه ذره حرف بزرگی. اما شده دیگه، حالا حرف بزرگی و غیر بزرگی. ولی خب حالا ان شاءالله خب ما منتظر هستیم که شهرامو بفرستیم توی استودیو قرینمون تا واسمون بخونه، ولی به موسیقی اینو من کاری ندارم. یکی از اون ترانه‌های آلبوم مدارا رو زنده واسمون بخون. موافقین؟ موافقین؟ پس آها من وایسادم خوشم اومد. بذار وایسم. بعدم سختم هست. بعد از پیچ و خم بریم. شهرام چی رو میخونی؟ واقعا فرضت الان بخونم؟ بله نه فردا صبح بخون. هر کی اومده اینجا خونده. هر کی اومده خونده. 8 صبح. آقا اب نداره بونه. 4 صبح هم خوندن. بله داشتیم. چی بخونم؟ یه چیزی بخون دیگه، نمیدونم. میخواین تیکه اولم مدارا رو بخونم؟ مدارا رو. اون ور بری میخوای واسمون چی بخونی؟ تو قرینه بری؟ من مدارا رو متوجه نه یه چیز دیگه بخون. این دیوانه این دو تا کارو پشت سر هم میشنفیم یه جور. خب تیکه اول آهنگ دلم خونه که دلم خونه. به استودیو سکوت. همه بهترین رفیقای پیمان قانع. عین محصلای کلاس اول جلو نشستن. نگاه کن. گری گوری. چه کار سخت. کار سختی نیست، برو عزیزم دارم. اولین بار اومده تلویزیون رویش بوده. برو شهرام چون دوست دارم. پرم از درد دلتنگی واسم رای نمیمونه تا که خوب و خوشی بی من بدون تا دلم خونه. تازه شروع شد. از اینجا بعدشو میخوایم مگه نه میلاد؟ از اینجا بعدشو لازم داریم. برو تو اینجا بهتر میبینی شهرام شوخی با این کیفیت. نه آقا ریتم نمیخواد. ریتم ما میگیریم رو پامون. برو اجازه است اون یکی که آوازش بخونم؟ نه برو با پا. تو که از اون موقع تا ما دیوونه کردی با ریتم. سامی هم صداش خوبه بعد قول داده بخونم. برو تو که نیستی پریشونم دلم خونه هر آسونم و حیرونم و دیوونه دلم خونه وجودم بی تو داغونه دلم خونه. دم شما گرم. چند سال ازدواج کردیم؟ من 5 سال. بچه یه دختر گل دارم. ما اسمش هم بگو. ملودی. یه کلیپ هم واسش درست کن. بگو ما هم یه تیکم واسش میخونیم اینجوری. ملودی میخونی واسش. پسرش کلیپ دیگه. باریکلا. الله از در اومدی. از تو حالا نغمه رو داری میگه حالا یه مرتبه. خب بچه‌ها شهرام حیف از دست بدید. شهرام جون ما همینجوری میخوایم نگات بکنیم تا یه نقطه بشی بری تو استودیو قرینمون. اشکال داره؟
بسپاریم شهرامو به دست استودیو قرینمون تا واسمون یه تیکه دیگه اجرا بکنه. مردم منتظرن. امسال ترکوندی. به احترام شهرام نیمخیز میشیم و همینجوری نگاهش میکنیم. شهرام جون فقط بدو برو که داریم میریم به سمت تحویل سال. یه ساعت کمتر وقت داریم دیگه. 50 خورده ای. شهرام یه خود جاگیر پاگیر بشی دوست دارم. عالیه. آقا بریم به اتفاق شهرامو تماشا بکنیم. نگاه بکن چی میخونه حالا. قش و زن. بیا با من مدارا کن که من مجنونم و مستم اگر از عاشقی پرسی بدان دلتنگم هستم جان خستم اگر از درد من پرسی بدان لب را فرو بستم آخر ز بدیهات بیچاره شکستم مجنونم و مستم به پای تو نشستم آخر ز بدیهات بیچاره شکستم آخر ز بدیهات بیچاره شکستم مجنونم و دل را به چشمان تو بستم هوشیار شدم آخر از دام تو جستم مجنونم و مستم عاشق عاشقم و خستم
به افتخار شهرام عزیز. چشمک هم میزنی وسط خوندن دیگه. بیا آقا جون، بیا فدات شم. دمت گرم، خیلی قشنگ و دوست داشتنی. عالی. بابا تو نظرسنجی از مردم حالا تو اونجا بشین چه زجری داره، ببین پشت چه دردی داره، دلتنگی. اشکال نداره. تو نظرسنجی از مردم حالا از طریق اینترنت یا SMS زدن بهت یا احیانا برخی از شبکه‌های تلفن‌های همراه کشور که میذارن و یه پولی هم میگیرن و اینها، این کاره چندم بود بین کارا؟ این چون تقریبا اولین اثری بود که از من شنیده شده. خیلی خواهون داره. آره دیگه، یه جورایی اصلا شناسنامه کار منه. معمولا هر کس خواننده، اون دوستانی که برای تو کارشون یه سبکی دارن، اون آهنگایی که بیشتر اون مدل خوندن یا اون سبکشون توش نشون میده یه جورایی بارستره تو آثارش. این چون تقریبا تمام اون مؤلفه های کار منو داره. از اون که چی اون مؤلفه ها که مردم خوششون میاد؟ خب میدونی من یه جورایی موسیقی ایرانی رو توی کارهای پاپ استفاده میکنم. حالا مثلا نوع تحریری که استفاده میکنم خیلی به گوش ایرانی آشناست. شاگرد کیا بودی تو؟ استاد زیاد داشتم. اولین استادم استاد حاتم عسکری بودم. منتها خب دیگه بعد از هر بوستانی یه گلی چیدیم. بارکالله. سوال دارم. بفرمایید. اهل کجایی شهر؟ از اصالتا شیرازی. تموم شد مشکل فقط همین بود دیگه. یه تونالیته خاصی داره صداش، نمیدونم شاید گرماست. من احساس لهجه نکردم. لهجه نه، یه تونالیته لهجه خاص. اصلا نکردم. نه خب لهجه قاعدتا ندارم چون تهران به دنیا آمدم. اصالتا شیراز. اصالتا این صدا مال گرمای خاص خودشه. رنگ پوستش به آره آره همینجوری نه میکنن در مورد شهرام شکوهی. الان کم کم تخریب میشه. یه سوال دیگه دارم. فرض تو بچه کجایی؟ تهران. موزیک همینجا به دنیا اومدی؟ نه نداره، میخواد داره امتحان میکنه. هیچ تو بازیگری اتفاقی نیفته، تو اجرا شاید بشه. آره دیگه یک اتفاقی بیفته. چونم بچه تهران اصولا از فرزاد سوال نمیکنه. فرزاد همیشه از مهمونش سوال میکنه. برای من خیلی جالبه. سری سوالا هست همیشه از فرزاد. بچه خانیابادن. بچه خانیاباد قدیم. قدیم. آره ما هم محله شهید تندگویان و مرحوم تختی هستیم. جانم. آره قربونت برم. حواستو جمع کن. خوبه بغل مسجد قندی هم زندگی می‌کنم. چیز آخه خواهیم گفتم ببین خیلی درست حسابی شدم. موقعی که میشناسنم خیلی درست حسابی شدم. آره زیاد نبودم درست حسابی. گول کدشواره رو نخورید. خب من میدونم که خیلی از برای بچهای دیگه و مهمونای خوبم هم بیرون منتظر هستن. آدم از دیدن شما سیر نمیشه. شهرام جان ما هیچی نمیگیم، فقط میخوایم نگاه بکنیم واسه یه لحظه و یه تیکه دیگه هم از بین کارات گلچین بکنی و واسمون زنده بخونی. هیچ این قشنگ‌تر نیست چون طرفدارا دارن اونجا کشت و کشتار میکنن دیگه. ما کلا باید زنده بخونیم. فقط باید زنده بخونی. نه آخه حیفه، تو بلد کاری. اونی رو ما میفرستیم لب بزنی که بلد نی. لطفش. فقط شما. لطف. این دفعه بذار مدارا رو بخونم. اشکال نداره یه تیکه از آهنگ دل دیوونه رو بخونم؟ نه از خدامونم هم باز یه تیکه آوازی شده. شما علاقه به کارایشون نداری؟ چون خارج شک گرفتی خودتو میخوای. اصلا تو کار منی امروز دیگه. چیکار بکنم؟ کارتو عوض کردی. گفتم خیام راحت شد. چون گفتم تو عطر فروشی که سر کله‌ام پیدا نمیشه، تو بازیگری امکان داره رو به هم باشیم. عاشقت. دیگه فرزاد دیگه کلا دیگه بازی، من الان فرزاد شبیه بازیگرا میبینم بیشتر شبیه بازیگر شد. بازیگر شد. علیرغم اینکه به ما تیکه میندازه میگه که مثلا تو بازیگری چیزی نشد، ولی فرزاد تو بازیگری چیزی میشه. من کوچیکم. من قول میدم برات. فداتون بشم. اینم تیکه این داخل میگه تا حالا چیزی نشده. بگو فدات شم. من وارد بازی شما نمیشم. برو دیوونه رو برو که ما هممون دلمون اینجوریه. خب من یه تیکه آوازیش رو اگه اجازه بدید یه تیکه کوتاه بخونم فقط، بعد زیادم اذیتتون نکنم با صدا. راه نرید داریم تمرکز میگیریم. عاشقم تماشا کن مرا گاهی جان تا دلت شاید سوی من آید
تا شاید به همراهی. عاشقتم با شین 6 نقطه. خیلی ممنونم واسه اولین بار تو تلویزیون اومدی. یکی از اون غافلگیریایی که من قول به مردم داده بودم این بوده. ممنونم که واسم زنده خوندی و ممنون به خاطر این ترانه خیلی قشنگ. میلاد کیمران، آرزوهای بهترین آرزوها واسه تو و واپس این جمله دم سال تحویل 8 تا 1 دقیقه است، 42 دقیقه دیگه وقت داری. من چقدر وقت دارم آرزومو بکنم؟ اصولا آرزو که ندارم، هر چی دارم هدف. من آرزوم سلامتی واسه خودم و همه دوستان. به نظر من خدایا این لحظات پایان سال یه کاری کن دلمونو پیش فروش نکنیم، به فصلش که برسه به قیمت میخرنش. یه کاری کن دل نبندیم به چیزایی که موندنی نیست، دل نبندیم به چیزایی که موندنیه و بودنش آزارمون میده، دل ببندیم به موندنی ترین و خواستنی ترین که خداست و شایسته جنون آدمی زاد عشقش. یه سری آدما میدونی بودن کنارمون که الان نیستن، عزیز بودن برام خیلی زیاد، اسم نمیخوام بیارم چون اسم بیارم خیلی الان نیستن، خدای اونا رو بیامرز انشالله. و خواهش میکنم همه این کسایی که دوستشون داریم و هستن و برامون نگه دار انشالله. دوست دارم این سکوتو، نباید بشکنمش. این پیش فروشه خیلی خوب بوده، نمیدونم از کجا آمدم، از جای درست اومد. این سفره خیلی چیزا رو کمک میکنه جهت استحصال و استخراجش. شهرام تو واسمون دعایی آرزوی چیزی؟ میلاد جون همه چیزو گفت، یعنی دقیقا من همین چیزا رو میخواستم بگم. فقط من حالا میلاد اسم نبرد، منتها یه عزیزی رو توی عالم موسیقی همین 1-2 روز پیش از دست بعد استاد زلفانور. بله و واقعا ضایعه تأسف باری است بسیار، چون این اساتید معمولا شاید هر 10 20 30 سال یکی نمونه اینا بیاد و این وقتی که میرن واقعا حیفه و جاشون هم حالا پر نمیشه. تو امیدوارم که دوستان جدید استعدادهای جدید بیان و این خلاها رو پر کنن، ولی خب واقعا این ضایعه تأسف باری. ممنونم از مرامت که به یاد اساتید هم هستی. سام عزیز. خب میلاد انقدر قشنگ یه چیزی رو گفت که دیگه واقعا ما جایی واسه حرف زدن زیاد نمونده. فقط آرزوی بهترینا رو میکنم تو سال جدید برای هموطنای عزیزم، خانواده‌ام. امیدوارم هر کسی هر آرزویی که داره تو سال جدید بهش برسه و اون جایی که توی فکرشه و اون هدفی که داره دست پیدا کنه. تو دوره جدید بازیگریت احساس میکنم که اتفاقای جدیدی داره واسط میفته، یه پختگی خاصی پیدا کردی و ایفای نقشت واقعا با جزئیات همراه شده. درخواستم عنوان یه دوست قدیمی ازت اینه که این مسیر رو همینطوری ادامه بدی، خاصه در نابرده رنج. تو تلفیلم بهمن گودرزی بهت گفتم یه بارقه های عجیبی دیدم که نشون داد این تجربته و نذار 40 سالگی برسه، همین مسیر رو برید، همین 40 سالگی یک انفجار اتفاق. خب همون منم منظورم از همون خیلی خوبه 40 سالگی همون انفجاره بود دیگه. واقعا تعارف هم ندارم، تو میدونی که روکو صریح میگم و این چیزا رو تو بازیت خیلی دوست دارم. حالا میشه بهت نقش سپرد به این امید که بپروریش، بزرگش بکنی و کاراکتری تحویل بدی که تو ذهن خودم رو احساس میکنم نسبت به گذشته اصلا خیلی فرق کرد. اصلا یه چیز دیگه شدی یا ساما، اصلا یه اتفاق دیگه ای رخ داده. میلاد عزیز، با ما توفیر سنی داری ولی تو قلبمونی. امسال تو جشنواره بیان خوبت منو به حیرت انداخت. هیئت داوران آفرین گفتم به خاطر کاندیدا کردن تو. اینی که فیلم بازی میکنی ارزشی، واسه من ارزش تو رو 100 چندان میکنه. ممنونم. شهرام شکوهی، میدونی چقدر دوستت دارم. از اولین لحظه که صداتو شنفتم آرزو میکنم که این اولین حضور در رادیو تلویزیون نویدی باشه جهت پیوند و همکاریت با این رسانه ملی. آرزو میکنم که اولین سریالی که من بازی میکنم ترانه تیتراژش رو خودت بخونی. این امیده دارم. اون درم کندن باز کنی واسهشون، پشت در نمونه. من چیزی بگم؟ بله کوتاه، خیلی کوتاه. من داشتم میومدم توی سری دوستان دیدم که واقعا تعدادشون هم زیاده، خیلی دارن زحمت میکشن، واقعا دستشون درد نکنه. نصفشون نشستن که نذارن چیزایی که ما میخوایم پخش کنیم پخشه. امیدوارم که فرزاد حسنی اگر امسال امیدوارم که باز دوباره نره تا سال دیگه من دوباره تو رو ببینم تو تلویزیون، مخصوصا شبکه 3.
امیدوارم که دیگه باز با برنامه‌های خوب فرزاد حسنی رو همه به جسارتش میشناسن، به آگاهیش و دایره لغاتش که همیشه من قبطه می‌کنم که چقدر دایره لغات داره فرزاد. این تعریف نیست، حقیقت. من اصولا آدمی نیستم که تعریف کنم، کیست بلد نیستم، حقیقت رو فقط بلدم بگم. امیدوارم بازم ببینید. امیدوارم که جسارت باعث خسارت نشه. خیلی ممنونم ازتون. شهرام جان میسپرمت به خدا، شما دو نفرم همینطور. ان شاءالله یه روز هممون توی مجموعه باشیم. بریم پخش. آق یا علی بچه‌ها خیلی متشکرم. خیلی هم ممنون. خیلی خوب شد. شهرام خیلی خوب. تو فقط عینک نداشتی یا